به پشت دراز بکشید. پاها رو از هم فاصله بدین. دستها در کنار بدن، پشت دستها روی زمین و کف دستها رو به سقف باشه. آخرین حرکت ها رو به بدن بدین و بدن رو آروم کنید و رها روی زمین دراز بکشید. به آرومی چشمای زیباتون رو ببندید و به آرومی نفس بکشید. حواستون رو بیارین به نفس هاتون. حالا حواس و آگاهی رو بیارین به انگشتان پا و اونا رو رها کنید. حواس و آگاهی رو بیارین به روی پا، مچ پا، ساق پا، زانوها، رانها، لگن، ستون مهره تا گردن، شانه ها تا نوک انگشتان دست، پشت سر و تاج سر. تمام بدن رو رها و آروم روی زمین قرار بدید. کم کم حس کنین که بدن سنگین و سنگین تر میشه و در زمین اطرافتون کمی فرو میره. انگار که در یک شنزار و روی ماسه های نرم دراز کشیدین و سنگینی بدن باعث میشه که کمی در زمین فرو برید. همینطور که بدن سنگین و سنگین تر میشه، جریان آبی رو در بدن خودت احساس کن. ببین که مشاهده‌گر این جریان آب هستی. روش اسمی نذار و محدودش نکن. ببین این آب از تاج سر وارد بدنت میشه و در نهایت از کف پات خارج میشه. موقع وارد شدن چاکرای تاج سر رو شستشو میده و بعد به چشم سوم میرسه و اون رو پاکسازی میکنه. بعد گلو، بعد چاکرای قلب. حس کن که قلبت سبک و رها شد. بعد چاکرای خورشیدی داخل شکم، چاکرای خاجی پایین تر از ناف و چاکرای ریشه ناحیه لگن کاملا شستشو داده میشه و پاکسازی میشه. در نهایت آب از کف پاها خارج میشه. ببین که این جریان آب در ابتدا کدر و تیره رنگه و هرچی میگذره آب زلالتر و شفافتر میشه. خودت رو ببین که سبک و سبکتر میشی. ببین که حتی کمی هم از زمین فاصله میگیری. ببین که آب از کف پاها خارج میشه و کاملا شفاف و زلال هست.
با این حالت سبکی و رهایی چند لحظه بمون و خیلی آروم نفس بکش. حالا کم کم آگاهی رو بیار به اندامهای بدنت. حواس آگاهی رو بیار به جایی که هستی. به یاد بیار کجا خوابیده بودی. انگشتای دست و پاتو خیلی آروم تکون بده. مچ دست و پا رو تکون بده. چشم هنوز بسته است. سرت رو به چپ و راست خیلی آروم حرکت بده. پاها رو تو شکم بکش و خیلی آروم به چپ و راست حرکت کن. میتونی یک کش و قوس لذت بخش به بدنت بدی. بچرخی به پهلوی راست. چند لحظه اینجا بمون و نفس بکش. خودت رو در آغوش بگیر و خیلی آروم پاشو بشین. هنوز چشما بسته است. دستا رو به هم بکش تا کف دست ها گرم بشه و بگذار روی گودی چشم ها و خیلی آروم چند بار چشم ها رو باز و بسته کن. حالا میتونی که دستاتو برداری. امیدوارم که حس عالی داشته باشی. ممنونم که لایک میکنی و کانال من رو سابسکرایب میکنی. متشکرم که تا این لحظه با من بودی. روز فوق‌العاده‌ای داشته باشی.